راجبش با هم دیگه گپ خواهیم زد. مصطفی شرکالی، امیرحسین حسینزاده پاس بیرون پای زیبا، فرصت هست برای تراکتور. ببینیم گل اولو ببینیم یا نه. بله زد به تور و پرچم ایران در خلیج فارس برافراشته شد. اینه هاشم نژاد راه میندازه دانیال از سمت راست، فرصت هست برای تراکتور، یه حرکت تیمی زیبا و اینم دومیش. 2-0 به سود تراکتور. این گل فقط برای امتیاز نیست. مهدی شیری، هاشم نژاد پا توپ داره جلو میاد، امیرحسین حسینزاده 1-2 کامل شده، فرصت هست برای تراکتور و اینم گل سوم. پژواک غیرت و تبریز از کوه سهند تا سواحل شارژه. بس شد دانیال اسماعیلی فر توپو در اختیار گرفت، پاس رو به جلو، فرصت هست برای زدن گل چهارم. لوشکیا پاس رو به عقب، فرصت هست برای تراکتور و اینم چهارمیش. صدای ایرانی‌ها در امارات پیچید. این تراکتور دراگان اسکوچیچ و نوبتی هم باشه، نوبتیه. دانیال پاس رو به جلو، فرصت هست برای شارژه، خیلی خطرناکه این موقعیت. بچه‌ها باید جلوی بود. فرصت هست برای تراکتور، هدف زدن گل پنجم. همچنان موقعیت هست، باید این توپ رو گل کنه مسعود. 5-0 به سود تراکتور ایران در حال شخم زدن شارژه است. برداشت چیه؟